پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر کسی رو دوست داشتی در گوشش بگو که من تو رو به خاطر خدا دوست دارم، حتما بهش خبر بده. و من از پشت این میکروفون به همه شما میگم انی احبکم فی الله، من شما رو به خاطر خدا دوست دارم. جوابش چیه؟ جوابش چقدر زیباست. اگر کسی به شما گفت من به خاطر خدا شما رو دوست دارم، تو در جوابش باید بگی لقد احبک الذی احببتنی فیه. اون کسی که تو مرا به خاطرش دوست دارید اون تو را دوست بدارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند تا زمانی که دستتون تو دست همه میتکونیدش اینطوری، نگاه توأم با محبت و عاطفه تو صورتش میکنید، لبخند میزنید، احوال پرسی گرمی ازش میکنید، میگه گناهانتون میریزه مثل برگ شاخه درختی که برگش خوش شده، چطوری بتکونید برگاش میریزه.